روز بخیر. خبر گزارش‌های 30 ایون را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی معرفی می‌کنیم. شالوی گلخوجه هستم و در برنامه امروز این موضوع را داریم. مجلس نمایندگان تغییر الوه‌ها به قانونی را که به نیروهای امنیتی حق ورود به اجازت به منزل شهروندان را فراهم می‌آورد بدون بررسی بیکار کرد. در مرکز پیوندسازی عضو و بفته‌های انسانی تاجیکستان عملیات پیوند مغزی استخوان راه اندازی شده است. و سپس سر میزنیم با کلوب بازنشسته‌های فعال که اخیراً در دوشنبه تشکیل شد. چه تشکیل کردن من خرسند شدم بسیار هم. با بسیارتر باشیم به فکرم مختار اینجا با. بر اثر سوختار در پرورشگاه بیماری‌های روحی شهری حصار 21 نفر جراحت برداشتند. سوختار در این پرورشگاه ساعت 9:30 شب 29 ایون رخ داده یک بینای آن به طور جدی آسیب دیده است. گفته می‌شود سوختار در پی رسیدن ناقل‌های برقی به عمل آمد. پرورشگاه بیماری‌های روحی در شهر حصار بازمانده زمان شوروی است و در آن بیش از 200 بیمار نگهداری می‌شود. خبرنگاران رادیو آزادی به محل این فوجیه سفر کردند و تفصیلات بیشتر در این باره در سایت آزادی نشر خواهد شد. پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان رضایت نداد که کارمندان امنیتی دولتی بدون اجازت شهروندان به خانه‌های آنها وارد شوند. هرچند این لایحه سال گذشته از سوی همین وکیلان قبول شده بود، امروز در هفته اجلاسیه بدون بررسی بیکار گردید. این طرح باید تا تیر ماه بازبینی و تکمیل شود. ماه فوریه سال جاری در بررسی مجلس ملی این تغییرات الوه‌ها بنابر نقض حقوق شهروندان پذیرفته نشد. در این باره مردان محمد تفصیل دارد. مجلس نمایندگان تاجیکستان امروز 30 ایون تغییر الوه‌ها به قانون درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان را بدون بررسی بیکار کرد. این طرح باید تا تیر ماه امسال بازبینی و تکمیل شود. پیشنهاد حکومت در دست ما است پویش کردن که یعنی قانون را تکمیل دهند. یک تغییرات جدی به قانون مربوط به آن بود که ساختارهای امنیتی و حفظ حقوق در حالتهای استثنایی حق داشتند به خانه‌های شهروندان بدون اجازه وارد شوند. سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به هنگام تصویب این قانون در ماه اکتبر سال گذشته گفته بود که مبارزه ضد تروریسم و افراطگرایی آنها را وادار می‌کند برخی بندهای قانون بازبینی شوند. وی گفته بود که در برخی حالتها محض جریان گرفتن اجازتنامه دادستانی برای وارد شدن به منزل گمانبر فرصت سریع وقت بازداشت شدن جنایتکاران را از بین میبرد. این لایحه قانون نقطه‌هایی که در آن ابراز گشته هستند پیش از همه برای منفعت تأمین امنیتی شخص، جمعیت و دولت روانه کرده شده است. ولی در بررسی مجلس ملی در ماه فوریه سال جاری این تغییرات الوه‌ها پذیرفته نشد. آن زمان رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان محمد سعید عبیدالله گفته بود که تغییرات به قانون حقوق شهروندان را پایمال می‌کند و در میان تأمین امنیت شهروندان و مراعات حقوق انسان باید مرز گذاشته شود. مقامات تاجیکستان تهدیدهای تروریسم و افراطگرایی را یکی از مشکلات رقم یک امنیتی دولت می‌حسابند. ولی این اندیشه هم در جامعه وجود دارد که در سالهای اخیر مبارزه دولت با ظهورات تروریسم و اکستریمیسم از ارزش‌های مثل آزادی‌های سیاسی و مذهبی و شهروندی بالا گرفته است. در این زمینه تحلیل‌های سازمان‌های بین‌المللی نظیر خانه آزادی و هیومن رایتس واچ هشدار می‌دهند و می‌گویند دوشنبه باید حمایت حقوق انسان را در مد دوم قرار ندهد. مردان محمد، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. پس از آمادگی تقریباً 2 ساله طبیبان تاجیک در مرکز پیوندسازی عضو و بفته‌های انسان جراحی گران‌ارزشی پیوندسازی مغزی استخوان را در 2 بیمار انجام دادند. تاکنون بیماران تاجیکی که به این نوع جراحی احتیاج داشتند به خارج می‌رفتند. در رابطه با این جراحی همکارمان زرانگیز نوروشو با سید محمود اسماعیل زاده رهبر مرکز ملی پیوندسازی عضو و بفته‌های انسان گفتگو داشت. خب اولین تجربه مبارک باشد برای شما و میخواستیم بفهمیم که اولین پیوندسازی مغزی استخوان در تاجیکستان تا کجا موفق بود؟ ما قریب 2 سال است که اویدی برای پیوند مغز استخوان زحمت کشیده ایستاده ایم که تا این براه مانده شود. پیوندسازی به 2 بیمار گذرانیده شد
که آنها پای در پای بودند و خیلی خوب به انجام رسید. حاضر حالت بیمارمون خیلی خوب میباشد، چون که شما اون بیماران رو در شعبه جراحی پیوند خب از زیر نظارت در زیر نظارت دیدید. خب برای شما چطور امکان فراهم شد که در تاجیکستان چنین یک پیوندسازی مشکل رو راه اندازی کنید؟ پیوندی مغز استخوان فقط با اشتراک خودی متخصصان ما که اونها هم در سنت پترزبورگ آموزش کردن، هم در مسکو آموزش کردن، اساساً در شهر شیرازی جمهوری اسلامی ایران آموزش کردن، اونها در ترکیه آموزش کردن، خودم باشم در هندوستان با اینها شرط و شرایطی که پیوندی مغز استخوان گذرانده می شود از اونجا هم پروتکل کلینیکی اساسی من از شهر شیراز می باشد. تفصیلات این صحبت رو در سایت www.ozodi.org تماشا کنید. برنامه را ادامه میدیم. روز پنجشنبه قانونگذاران پارلمانت سربیا برای اولین بار در تاریخ این کشور یک زن همجنسگرا را سروزیر انتخاب کردند. آنا برنابیچ و اعضای حکومت بعد تصدیق وکیلان مردمی سوگند یاد نبوده سرود ملی سربیا را زمزمه کردند. الکساندر ووچیچ سابق سروزیر و حالا پرزیدنت سربیا نامزدی برنابیچ را پیشبری کرده بود. ملتگراها با این نامزدی مخالف بودند، ولی اسنای آوازدهی 157 وکیل به طرفداری و 55 نفر بر ضد برنابیچ آواز داد. جامعه سربیا به وجه عموم محافظه‌کار بوده، همجنسگراها را تحت فشار قرار داده است. بعضی شارحان تخمین کردند که هدف از پیشبری برنابیچ آرام نمودن کشورهای غربی است که به نزدیکی از حد زیادی سربیا به روسیه اشاره می‌کنند. در حالی که در سربیا زنی همجنسگرا به یک مقام بلند تعیین می شود، در گرجستان سابق شوروی یک شخص دو جنسه برای حقوق ازلیش مبارزه می برد. گزارش را یک جای تماشا می کنیم. من سندی رسمی گرفتم که خونسا هستم، یعنی باطناً زن هستم. ببینید امضا و مهر دارد. در نهایت از پگاه معالجه هورمونی رو شروع میکنم. طبیبان دو کشور سند دادند که من دو جنسه هستم. ماریا در تفلیس پایتخت گرجستان زندگی میکند. بر اساس قانون‌های کشورش تبعیض و آزار اقلیت‌های جنسی ممنوع است، ولی قانون هم مانع اذیت و آزار آنها نمی‌شود. این دختر باشد یا پسر؟ شخصا برای من تحمل آزار جسمانی آسان تر است. زخم بدن شفا می یابد، ولی با تأثیر آزار روانی هیچ کاری کردن نمی تواند، چون باقی می ماند. برخوردی که امروز دیدم هر وقت اینجا بیایم یادم می آید. این گونه آزار روانی شما را به خودکشی و خود بیزاری می رساند. سالهای گذشته چند زن خونسا در گرجستان را کشتند، از جمله دوستان ماریا را. ماریا میگوید در همه جا به تبعیض روبرو می شود، سر از بازار تا در جای اقامتش. من نمیدونستم که اگر صاحب خانه به من اجاره ندهد این عمل غیر قانونی می شود. من برای این 10 نفر رو می توانم به دادگاه کشم. هیچ کس به من اجاره نمی دهد. همین فهمیدن که من خونسا یا دو جنسه هستم در حال رد می کنند، ولی بهانه های دیگر می آورند. ماریا با تنفروشی روز می گذراند. آرزوهای دیگر دارد. می خواهم آرایشگاه خصوصی داشته باشم. بسیار می خواهم. ماریا نام زیبایی برای آرایشگاه می شود. برای من چه فایده دارد؟ از بدنامی که من تن فروش هستم خلاص می شوم. از بدنامی آنکه زنی خونسا هستم. مردم می بینند که من از عهده کار دیگر هم می برایم. چرا نه؟ بعد این همه شما برای خوشبختی، برای رابطه، برای حل مشکلات مالی و جراحی دست و پا میزنید. این مرحله دوم است. بعد این همه مرحله سوم شروع می شود. عشق، خانواده، مرحله که ظاهرا دست نارس است. مشکلات زیاد او را در پیش است، ولی ماریا برای آرزوهایش سعی می کند. آرزوی زندگی آزاد و بدون ترس.
یک ҳайати хабарнигорони афғон бо шумоли раиси телевизиони Тулу дар шаҳри Душанбе қарор доранд. ҳамкори мо Искандари Фирӯз бо истифода аз фурсат бо Лутфулло Наҷафизода, раҳбари ин телевизион дар мавриди вазъи амниятӣ дар Афғонистон, ширкати зодагони Осиёи марказӣ дар суфуфи ҷангиён ва фаъолияти хабарнигорон дар шароити низоъ суҳбат кард. ӯ аз ҷумла дар бораи таъсири вазъи Афғонистон ба Тоҷикистон пурсид. شما که پیوسته موضوع مبارزه با تروریسم را پیگیری میکنند به ویژه شبکه تلویزیونی طلوع، آیا شما اطلاع دارین که در صفوف این نیروها، این گروه ها و سازمان ها افراد شهروندان تاجیکستان نیست هستند یا نه؟ گزارش های را ما میشنویم و معلومات را که ما گرفتیم متاسفانه از کشورهای متعدده به شمول برخی از کشورهای آسیای میانه در افغانستان بخشی از گروه های تروریستی هستند. دولت ها همکاری های مشترک خوبی دارند، بعضی از اینا بازداشت شدن، دوباره سپرده شده به کشورهای اصلیشان، اما چون خلای حکومتداری وجود دارد در افغانستان، حاکمیت قانون سراسری نیست. گروه های تروریستی در افغانستان آمدند تا از افغانستان با عنوان یک تختی خیز استفاده کنند، کشورهای دیگر را به شمول تاجیکستان آماج قرار بدهند. حضور دارند در بخش‌های مختلف به شمول بخش‌های مرزی ما و شما. بنابراین من فکر می‌کنم یک تحلیل درست است که شهروندان کشورهای متفاوت به شمول تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه در افغانستان بخشی از گروه‌های تروریستی بین‌المللی است. شکل کامل این صحبت به زودی در سامانه ما www.ozodi.org و озоди ویدیو یوتیوب گذاشته می شود. معمولا در توجیکستان بازنشسته‌ها کنج خانه را اختیار کرده زندگی یک رنگ دارند، اما اخیراً در دوشنبه یک محفل تشکیل شده است که گروه بازنشسته‌ها در آن گرد هم آمده زندگی دوران پیریشان را خاطرمان می‌گذرانند. آنها روزی خود را با مشق بدن، سیر و سیاحت و صحبت‌های صمیمی سپری می‌کنند. ولی تشبثکار این محفل نیت دارد تعدادی همسالانش را در این کلوب زیاد کرده شرکت آنها را در حیات جمعیتی نیز فعال گرداند. گزارش نوبتی ما در همین باره است. پیری فقط از کنج خانه شیشتن و نصیحت کردن عبارت نیست. بر این باورند این گروهی زنان و مردان که در کلوب بازنشسته ها جمع می آیند. زلیخا ایگامووا تأسیس دهنده این باشیشگاه است. او 4 سال پیش به نفقه برآمد. از بیکاری و گوشه‌نشینی خسته شده خواست به کار درآید. فرزندان مانع شدند و برای استراحت او را به شهر مسکو فرستادند. زلیخا از آنجا با ایده نو برگشت. همونجا به نفقه برآمدگی آدما بیکار نمیشینن. یگان کلوب میروند، یگان جا میروند که همون بیکار نشسته آدما قطعی با هم شده وقتشون خوش میگذرانند. گفتم که منم همین خیل کنم، آدما جمع کرده کلوب تشکیل کنیم، من همین خیل اولا برای سلامتی. باشیشگاه بازنشسته‌های فعال که یک ماه قبل تأسیس یافت، عین حال همگی 12 نفر اعضا دارد. این کلوب زندگی یک رنگ نوروز ماه عمر و را تغییر داد. معمولا هر صبح او با آماده خوراک برای نبیرگانش شروع می شد و بعد از آن آینه نیلگون تماشا می کرد. شام بزرگ میرم خونه دیگر بچه‌ام میروم، یک روز دو روز میستم میبیام، همین خیلی خونه دخترم میروم. خیلی بزرگ میروی یک بار مگزین میروی یک اون معرکه میشه همون روز گذشت بو میبی خونه بزرگ میشوی همین خیلی. اعضای این باشگاه میگویند تلاش میکنند تا زندگیشان را به سمتی بهتر تغییر بدهند. به گفته آنها در پیرانسالی آدم بیشتر نیاز به هم صحبت همسال خود دارد و محض در چنین محیط آنها میتوانند این نیاز خود را برآورده سازند. و مقامات تفتیشاتی در ناحیه وسیع ولایت ختلان در رابطه با مرگ جوانزن پرونده جنایی باز کرده تحقیق قضیه را آغاز نمودند. رجبی خورشیدی 18 ساله روز 22 ایون در پی نوشیدن سرکه هلاک شد. پیوندان جوانزن میگویند او بعد 40 روز عروسی قصد به جان خود کرده است. به گفته آنها بحث بکارت و شبهه داماد به پاکدامنی عروس رجبی را به خودکشی رساند. پزشکان گفتند زن جوان را خیلی دیر به بیمارستان آوردند و تلاش آنها برای نجات او نتیجه نداد.
хабаргузоришҳои тоҷикистону ҷаҳон аз дурбини радиои озодӣ буд. ахбори аз ин бештар дар сомонаи мо www.ozodi.org гузошта шудааст. саҳифаҳои вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъоланд. озодӣ видео ютуб канали махсуси мост ки наворҳои диданиро пешниҳоди шумо мекунад. ҷаҳони сипос аз ҳамроҳӣ. рӯзи хуш ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо.